طریقه نماز استخاره، هر کس این نماز به خاطر هر کار خیری که انجام میده این نماز بخونه، والله که دو کارش هیچ وقت پشیمان نمیشه. این نماز چند رکعت است و چه قسم خوانده میشه؟ این نماز 2 رکعت است، نامش است نماز استخاره. 2 رکعت نماز است، پر است. و چند چیز خیلی مهمی که درباره نماز استخاره است. دوستای عزیز و گرامی، نماز استخاره البته در کارهای خیر خوانده میشه. یعنی ما و شما میخوایم که در یک پنتون یا در یک مکتب یا در یک جای درس شروع بکنیم، این نماز میخوانیم که آیا همونجا در خیر ما است، یا مثلا میخوایم که با یک کسی ازدواج بکنیم، یا میخوایم که در یک جای خواستگار روان بکنیم، آیا همین در خیر ما است یا نه. البته نماز استخاره در کارهای بد یا در کارهای شر خوانده نمیشه. چه قسم؟ یعنی یک نفر میخواد که از خانه فرار میکنه، میگه بیا من 2 رکعت نماز استخاره بخونم، آیا همین در خیر ما است یا نه؟ نه، این قسم نیست. نماز استخاره البته در کارهای خیر خوانده میشه. او کاری که در دین اسلام جایز نیست، درباره از او نماز استخاره هم نخوانیم. استخاره یعنی چی؟ استخاره یعنی مشوره کردن با الله سبحانه و تعالی. دوستای عزیز و گرامی، وقتی ما و شما با یک کسی که از ما که در علمش بالاست، یعنی از ما که در سن بزرگ است، از ما که در فامیده است، وقتی ما و شما که از اون مشوره میکنیم، او یک مشوره خیر برای ما و شما میته، چقدر خوش میشیم. اینا سعی بکنیم وقتی که الله سبحانه و تعالی ما شما مشوره بکنیم، سبحان الله این چقدر خوب است. و یک حدیث در صحیح البخاری از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القرآن. از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت است، میگه نبی صلی الله علیه و سلم چه قسمی که برای ما سوره های قرآن تعلیم میداد، اونمو رقم برای ما دعای استخاره را یاد میداد. این دعای استخاره چی وقت خوانده میشه؟ همین که ما و شما 2 رکعت نماز استخاره را خواندیم، بعد از اون دعایش میخوانیم. اللهم انی استخیرک، پروردگارم من طلب خیر میکنم از تو، بعلمک بعلم تو، و استقدرک بقدرتک، ما به قدرت تو طلب قدرت میکنم یا الله که مرا قادر بکنید به این کار. و اسألک من فضلک العظیم، و از فضل بزرگت میخواهم یا الله، فانک تقدر ولا اقدر، تو قدرت دارید و من قدرت ندارم یا الله، و تعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب، و تو میدانید و من نمیدانم و تو داننده رازهای پنهان هستید. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، بگوید که پروردگارا همین موتر خریدن، همین خانه خریدن، یا همین جا اگر من خواستگار روان بکنم، یا اینکه همین جا اگر من دختر خود را بدهم، نام او کار را بگیرد و بعد این دعا را ادامه بدهد. خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، پروردگارا اگر در علم تو هست که این کار را من انجام بدهم و خیر ما هست در دین و دنیای ما، فقدره لی و یسره لی، پروردگارا این را برای من مقدر بفرما و برای من آسان بگردان، ثم بارک لی فیه، سپس برکت بیاور در آن. و این کنت تعلم ان هذا الامر، نام او کار را بگیرد و بعد این دعا را ادامه بدهد. شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، عاجل امری و آجله، پروردگار اگر در علم تو است که این کار شر است برای من الان و یا در آینده، و یا در علم تو هست که این کار برای من شر است، فاصرفه عنی، آن را از من دور کن، واصرفنی عنه، و مرا از آن منصرف کن، واقدر لی الخیر حیث کان، هر جایی که خیر باشد پروردگار آنجا را برای من مقدر بفرما، ثم ارضنی به، سپس برای کاری را که برای من مقدر میکنید پروردگارا من را راضی بگردان. اگر کسی دعای استخاره را حفظ نداشته باشه، میتونه که از رویش بخونه، یک قلم و کتابچه بگیره، همین دعا را نوشته بکنه که ترجمهش، بعد از او وقت نماز خلاص شدی دعا را بخونه. و یک چیز دیگه که بعضی ها فکر میکنه که نماز استخاره بعد از خفتن خوانده میشه، همین که نماز استخاره را خواندیم بعد از او خواب بکنیم، ما در خواب خود میبینیم که آیا همین کار ما در خیر ماست یا در شر ما. این تو نیست دوستای عزیز و گرامی. نماز استخاره هر وقت بخوانی میشه، به شرطش که وقت مکروه نباشه. یعنی میتونی که 2 رکعت نماز استخاره را پیش از نماز پیشین بخوانی، یعنی میتونی که 2 رکعت نماز استخاره را پیش از نماز دیگر بخوانی. این هم صحیح است که بعد از نماز خفتن میشه، ولیکن تنها یک وقت نداره،
هر وقت که بخوانی میشه، به شرطش که وقت مکروه نباشه. و ایتون نیست که تنها خداوند متعال توسط خواب بر ما و شما نشان بده، نه، بعضی وقتا ما و شما وقت نماز استخاره را خواندیم، اگر مو کار در خیر ما باشه، خو شوق و رغبت امو کار در قلب ما زیاد میشه. اگر مثلا اونمو کار در خیر ما نباشه، شوق و رغبتش از دل ما دور میشه. این تو نیست که تنها الله متعال توسط خواب بر ما و شما نشان بده. عزیز و گرامی، کسایی که صحیح البخاری فارسی و صحیح مسلم فارسی و ترجمه و تفسیر قرآن کریم کار دارن، انشاءالله در شما رو واتساپ ما پیام بکنه، ما در درب منزلش انشاءالله میرسانیم. دیگه بسیار کیفیت ورقش هم خوبش، حدیثش از که ترجمهش و این صحیح مسلم. دیگه در شما رو واتساپ ما پیام بکنن انشاءالله که ما براتان میرسانیم در هر جای دنیا که هستین، چی در اروپا هستین چی در امریکا، در هر جای دنیا که هستین. السلام علیکم، جزاکم الله.